آقای حکومت، برادرای حکومتی، رئیس جمهور کشور، این کار اشتباه است. این کار عاقبتش وای است. هیچ خوبی به هیچ احدی از کشور از این قانون نخواهد رسید. نکنید این کار. سوالی من با اون депутат‌های پارلمانتی که آنها یک قوم لوطی هستند، گمان بکنم که آنها یک قوم لوطی هستند، در پارلمان نشستند، این خیلی قانونا رو امضا گذاشتن و جاری میکنن، زیرا که آنها دیوسند، ناموس ندارند. گمان میکنم که آنها قوم لوطی هستند. سوالی من با آنها نه، جواب اینا انیخ که میگن سری با ناموس ملت تاجیک رو لوچ کنه، زیرا که هم در قوم لوط هم میگفتن که این لوط رو از شهر ما بیرون کنید، شهر ما رو تازه کنید. هم در حیوان نگاه میکنید، وقتی که شما نزدیک میشید او هجوم دارد، نمیگذارد که تو در فرزند و اویله او نزدیک کنی. حتی نگاه کنید مرغ، هم در وقت مرغ نزدیک میشد لغت که میزند خروس زود میدود، او زورش نمیرسد به انسان، نه که هجوم میکند میزند، نه که این دیوسایی که در پارلمان یا بعضی تاجیکایی که دیوس هستند زدی میکنند، اینها حتی قیمتی قیاسی همین یک خروس رو ندارن که رشک و غیور باشند. اگر دزن اینها دست دراز کرد سر اینها لوچ کنی، اینها خب بودن میشنند، لیکن خروس باشد خب نمیشنند. اینها یک مرغن. همین تاجیکا یک تانه دارن که اتو مرغی میگن، همین همخیلی یک تانه دارن تاجیکا، لیکن این آدمایی که رشک ندارن تو اینو مرغن گویم، مرغ خروس رشک دارد. اینا حتی یک شما یک چیز نو اختیار کنید که اینا حتی مرغ هم پستر هستند. اینا خوکن، چرا که خوک طبیعت او رشک ندارد. در زنش دست دراز میکنی، در خواهرش دست دراز میکنی، رشک ندارد. برای همین وقتی که مرغ میگه اینا مرغ نیستن، اینا خوکن که رشک ندارن. اکو دیدید که از نظر حیوانی هم این کار درست نیست که یک کس دست دراز کرده حجاب زن و خواهران با ناموس ملت تاجیک رو لوچ میکنند. اروی عقلی و نه اروی دینی و نه اروی حیوانی، هیچ درست نیست که ما نگاه کنیم که زن و خواهران ما را سرشون لوچ کنند.